یک مسئله درباره سین سول کار کنیم. رستم 29 ساله و سهراب 5 ساله است. پس از چند سال رستم از سهراب 4 مرتبه کلانسال‌تر میشود. چه کار میکنیم؟ بیاین خیلی یک بار نویسیم داده شده ها رو. هم وقت مثلا وقتی سین سول است نویسین چند کس داده شده است. مثلا رستم و سهراب. رستم میدونیم چند سال است؟ 29 سال است. سهراب چند سال است؟ 5 سال است. پس از چند سال، یعنی بعد چند سالش نمیدونیم، برای همین چیزی که نمیدونیم با x اشاره میکنیم. بعد از چند سال، یعنی رستم چند سال میشد، بعد همون سال 29 جمع x سال میشود. سهراب باشد 5 جمع x سال میشود، یعنی یک وقت زیاد میشود. بلکه بعد از همین چند سال رستم از سهراب 4 مرتبه کلانسال‌تر میشود. وقتی که این رو میگوید، البته که رستم وقت کلان میشود برابری باید کنیم، یعنی 4 مرتبه سهراب با رستم برابر میشود. یعنی برابر میکنیم سالی رستم بعد x سال برابر میشود با 4 مرتبه سالی سهراب بعد x سال. و وقتی که ما این رو تشکیل کردیم بعد این آسان است، یعنی باید کار کنیم همچون مدل، یعنی قدم به قدم کنیم. 29 میشود جمع x برابری وقت قوضا رو میکنیم 20 جمع 4x. x ها رو به یک طرف، عدد ها رو به دیگر طرف جمع کنیم. چی میشود؟ 29 20 رو این طرف گیریم مینوس 20 برابر میشود به 4x مینوس x. از اینجا این 9 میشود، از اینجا این 3x میشود. وقتی که به 3 تقسیم کنیم x برابری 3. یعنی از اینجا چی معلوم میشه؟ بعد 3 سال رستم از 4 مرتبه کلان میشه. بعد 3 سال رستم چند سال میشود؟ 32 سال میشود. بعد 3 سال سهراب باشد 8 سال میشود. چه کنیم؟ 4 مرتبه 8 این 32 است. یعنی جواب ما برابر میشه.